به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. امروز 2 می است و من شعله گلخوجه در خدمت شما عزیزان. نخست به سرخط موضوع روز توجه نمایید. لغزش کوهپاره در روی دوشنبه خوجند بر روی نقلیات مشکل ایجاد کرد. در ولایت ختلون باشد مشتریان شکایت دارند که مسافرکش‌ها بی اساس راهگیرها را بالا بردند. روی گروچی ارزان شد بمون ارزان نکنیم با نقصتر ارزانش بکنیم. خوش باشی. از اینجا مانده از آنجا رانده شماری از زادگان آسیای مرکزی صاحب شناسنامه سرخ نشدند و شهروندیشان را نیز از دست دادند. سبب سیل بود نه دعوت به ارتش. منصبداران ناحیه نورآباد بستن مساجد را به هنگام نماز جمعه در هفته گذشته قاطعانه رد میکنند. صبح امروز یک قسمت روی دوشنبه خوجند چنوق فرو رفت. ریزش کوهپاره عظیم باعث آن شد که حرکت نقلیات در این شهر را قطع گردد. دلیری عبدالله سخنگوی شرکت ایرس گفت حادثه ساعت 6 صبح به عمل آمد. در این وقت در کیلومتر 119 شهرهای دوشنبه چنوق قطعه کوه لغزیده حدود 100 متر راه را به دریا برد. کارمندان راه تلاش دارند یک خط موقت گذر را برای نقلیات برقرار کنند. همین حالا خبر رسید مولا رجب یوسفی از مکان راه فرو رفته گزارش را در اختیار ما گذاشته است. با هم تماشا میکنیم. این همان قسمت راه دوشنبه چنوق می باشد که بر اثر فروریزی کوهپاره خراب گردید. حادثه صبح امروز 2 می ساعت تقریبا 5 صبح رخ داد. بر اثر فرآمدن یک قسم از این کوهپاره حدود 100 متر از این راه پره خراب گردید و تنها بعد از 5 ساعت دوباره راه برای روای نقلیات باز شد. مسئولین شرکت ایرس و آنهایی که شاهد این واقعه بودند میگن زمان به جای حادثه رسیده بودند که کوهپاره علاقه قسمت زیادی از راه را پره بند کرده بود و ماشینا اصلا امکانی عبور از اینجا را نداشتند. بعد از سر زدن حادثه نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده، مسئولین وزارت امور داخلی و کمیته حالتهای فوق‌العاده به جای حادثه آمدند و تنها چند لحظه پیش با باز شدن را آنها دوباره به دوشنبه برگشتند. با وجود برطرف شدن عاقبت‌های فرآمدن این کوهپاره هنوز هم خطر پوره برطرف نشده است و حالا که ما در اینجا قرار داریم بعد از 5 ساعت رخ دادن حادثه یک قسمت از کوهپاره حالا هم آهسته آهسته فرآمده است و مسئولین شرکت ایرس هم از راننده‌ها درخواست کردند که هنگام عبور از اینجا احتیاط کار باشند. راه دوشنبه چنوق یگانه راه میباشد که شمال تاجیکستان را با مرکز پیوست میکند و خب حالا اینجا از اینجا سنگپوران فرآمده ایستادن، یک کمی جای خطرناک است برای ما ایستادن و این قسمت را شمال تاجیکستان را به مرکز پیوست میکند و شرکت ایرس آن را نگاه بین میکند. طور دیدید مولا رجب یوسفی از مکان خطرناک گزارش میداد. جایز به تاکید است که هفته گذشته بر اثر ریزش سنگ و کوهپاره در روی دوشنبه خوجند 1 نفر جان باخت. حادثه 24 اپریل در کیلومتر 155 سر زد. راننده 40 ساله ماشین تویوتا پرادو را از زیر سنگریزه بیرون آوردند. شرکت ایرس که مسئولیت پاککاری و جمع‌آوری پول را در این شهر را بر عهده دارد میگوید فعلا برای تازه کردن راه تمام کوشش‌هایشان را به خرج می‌دهد. بارشات ماه گذشته نه تنها به شهرهایی که شمال تاجیکستان را به دوشنبه پیوست میکند زیان رساند، بلکه راههای مناطق دیگر از جمله شرق و جنوب تاجیکستان هم شاهد ترمه‌فرویی و سنگریزی گردید. ساکنان ولایت ختلون شکایت دارند که رانندگان تاکسی ها از چنین وضعیت سوء استفاده کرده و خودسرانه نرخ راهگیری را بلند بردند. گزارش آرزوی کریم را طاهری سفر تقدیم میکند. نرخ نوره نپرس بچم سرم درد نکنه بچه جان. ایره بین خود داریم نه دارم در خبر کردنم که 2 ساعت اینجا ایستادم. این زنی بازنشسته ختلونی از قیمت راهگیراش شکایت دارد که برعکس روزهای پیشین اندک بالا رفته است، بخصوص برای آنهایی که از مرکز ختلون تا دوشنبه می روند. 15 می روند 20 می روند. همین نرخ نوا شما در معقوله؟ ما در معقول باشند نباشد. برای تاکسی فرقش چیه؟ روز 30 اپریل به گفته مسافران تاکسی ها تا 40 سامانی هم طلب میکردند، هرچند انتخاب دیگر یعنی مسافر برهای خورده هست که آهسته تر ولی ارزان تر می روند. 10 15 ما هم در کمیته وокزال قد کار میکنیم.
با گفته این راننده سبب گران شدن راهگیرها قیمت مواد سوخت است که در تاجیکستان هر سال بالا و بالاتر می رود. روی گروش ارزون شده بمون ارزون نکنیم با ناستر ارزونش بکنیم خوش باشی. از باختر یکی از شهرهای بزرگترین تاجیکستان روزانه هزاران نفر به دوشنبه می روند و بالا رفتن نرخ آنها را عصبانی می کند. روزهای شنبه یک شنبه بسیار به حد قیمتی بد میکنند. بیچاره استودنت ها با قیمت است رفته آمدن. کسی که دانشگاه دوشنبه در میخونن قرغان میروند میبیاند روزهای شنبه یک شنبه اما یک نرخ میموندن بسیار بهترین میشه. بر اساس مقررات رانندگان وابسته به نوع نقلیاتشان حق دارند از مسافران برای هر کیلومتر از 24 دیرم تا به 2 سومانی و 50 دیرم بگیرند. مسافربری همیشه یک مشکل جدی در تمام منطقه ها بوده است و هر سری چند وقت بدتر می شود، چی در باختر، چی در دوشنبه و چی در دیگر گوشه های تاجیکستان. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. همساله از کشورهای آسیای مرکزی تعداد خواهشمندان گرفتن شناسنامه روسی زیاد می شود. شماره تاجیکان هم که دارنده شناسنامه سرخند کم نیست. 5 سال پیش مسکو گرفتن شناسنامه سرخ را برای روس‌زبان‌ها ساده کرد، اما طوری به نظر می رسد در اصل مشکلات زیاد است. همکاران ما از تلویزیون نصیحت وریم در این باره گزارش دارند. لیودمیلا 7 سال پیش به روسیه کوچید. همراه با شوهرش سال 2016 هم تصمیم گرفت که از روی برنامه ساده کرده شده روس زبانها و یا دانندگان زبان روسی برای گرفتن شهروندی اسناد سپارد. طبق طلبات قانون برای این داشتن اجازتنامه حق اقامت و دست کشیدن از شهروندی قبلی کافی است. اما در اصل این کاری ساده نبوده است. این جفت تنها برای دریافت حق اقامت 3 سال را صرف کردند. اکنون باید حجت دست کشیدن از شهروندی قزاقستان را پیشنهاد نموده و نتیجه اش را منتظر باشند. معلوم نیست که انتظاری چند مدت طول می کشد. ما روس زبان هستیم و من یگان مانع را برای گرفتن بدون مشکل شهروندی نمی بینم، اما ترتیبی که حالا جاری شده است کار را خیلی مشکل می کند. عصبم خراب می شود. بیشتری ها تاب نمی آورند و دیگر تلاش نمی کنند. برای دریافت شهروندی روسیه طریق برنامه روس زبان ها در سطح عالی دانستن زبان روسی، منسوبیت به قوم و یا داشتن نسبی مناسب کافی نیست. بر علاوه گذشتگان داوطلب باید در حدود مرزهای روسیه اقامت کرده باشند. در این باره در قانون فدرالی خیلی واضح گفته شده است. اکثریت بعد دریافت حق اقامت که 2 سال است از لحاظ وقت امکان سپاریدن اسناد را برای دریافت شناسنامه روسی پیدا نمی کنند، زیرا سند تصدیق کننده دست کشیدن از شهروندی قبلی را ندارند. برای اکاترینا قهرمان دیگری ما مشکلی اصلی محض خارج شدن از شهروندی ازبکستان بود. حجت‌های ضروری را جانب ازبکستان از 1.5 تا 3 سال امضا می‌کند. امضا را باید خودی پرزیدنت گذارد. به شهروندان ازبکستان میسر شد که معلوماتنامه ضروری را از سفارت بگیرند. در معلوماتنامه باید ذکر شده باشد که قطعی شهروندی نمیتواند بدون سبب خاصی ناوابسته از شهروند عملی گردد. با این معلوماتنامه علاقه می شود برای گرفتن شناسنامه روسیه مراجعت کرد، اما این حجت را نیز باید 1 سال منتظر شوی. در بیشتری حالت خطر وجود دارد که داوطلبان برنامه هم شهروندی قبلیشان را از دست می‌دهند و هم حق زندگی در روسیه را. در چنین حالت بعضی‌ها حتی می‌توانند به بازداشتگاه‌های موقتی نگهداری شهروندان خارجی بیافتند. متناسباً اگر داوطلب سری وقت طلبات را اجرا نکند، آنگاه حق اقامتش بیکار کرده می شود و او در نهایت مقام بشهروندی را می گیرد. چون این مراجعت ها خیلی زیادند، اما تنها کمترین ها امکان می یابند که طریق شعبه اساسی مهاجرت حق اقامت را برقرار نمایند. کارشناسان توصیه می دهند که شهروندان روند سپاریدن حجت ها را طول ندهند. قانونگذاری های روسیه را بیاموزند تا در حالت های اضطراری به هر گونه وضعیت آماده باشند. در عرفه دی رمضان دقیق‌ترش هفته گذشته از نویای نورآباد خبرهای ضد و نقیض درباره بستن مسجدها به نشر رسید. ساکنان گفتند به خاطر اجرای زودتر نقشه دعوت نماز جمعه را منع کردند، اما مقامات میگویند سبب در آمدن سیل بود. سرانگیز نوروزشاه و شادمانی یتیم در نورآباد بودند. جمعه گذشته 26 اپریل اسم ناحیه نورآباد با خبری بسته شدن چند مسجد و لغو نماز جمعه رسانه‌ای شد.
یکی از آنها همین مسجد در مرکز نوی ناحیه نورآباد بود. مقامات این خبر را رد و به گونه دیگر شرح می‌دهند، اما ساکنان با احتیاط تصدیق می‌کنند که نماز جمعه در چند مسجد نشد. ضمن یک سفری ما هم به ناحیه، برخی از ساکنان اطراف مسجد مرکزی میگفتند آن روز همگی چند دقیقه پیش از آغاز نماز امام خطیب با یک اعلان نماز را لغو و همه را جواب داد. اما در روبروی کامera اکثریت از صحبت در این موضوع خودداری و احتیاط میکردند. как рости как я ядруза вайшли по ҳар чӣ шудашум мо хурсанди ки бо ҳозир шик шудаги мачта мушкил чойхона шудаги نه وقتی میپرسیدین برای چی بستین چی میگفتن؟ рости ки мо напурсидем ягон каса در صحبت‌های بدون ثبت برخی از ساکنان به ما گفتند امام خطیب ناحیه پیش از آغاز نماز اعلان کرده است که نقشه نوبتی دعوت جوانان به ارتش در ناحیه اجرا نشده است و تا زمان اجرای پوره آن نماز در مسجد منع است. چی گفتن که مثلا اعلان کردن؟ اکی هیچ اعلان نکردن، اما گفتن که جوانان را برای صرف چی روی کنی. نماز برای چی نموندن خونده؟ اکی شنده نبودیم. شما نبودین؟ نه. یافته نموده بود؟ نه. مقامات ناحیه نورآباد با نگرانی از سر و صداهای اخیر لغو شدن نماز جمعه را رد کرده گفتند فقط به خاطر جلوگیری از یک آفت طبیعی نماز به تأخیر گذاشته شد. دعوت بود نشود مسجد بسته شود برای یک طریق کارو خیلی دستور سپورشور هم نبود، خیلی کارو هم برای موندگی هم نبود. 26 روز جمعه بارشاتی زیاد بود. هم در نزدیکی هم مسجد یک 200 متر طرفتر دریا است. سیل میاد بین دهها. سیل که اومد مردم دیگر مردم وای کردن که دریا سیل اومد در نمون از مسجد که گفتن مردم خودشون برای همین چی شده حادثه شده بر اومدن. در 105 ده نورآباد به اطلاع مقامات 44 مسجد از جمله 4 مسجد جمعه فعالیت میکند. مسجدها هم مکانی اصلی جمع آمد ساکنان در دهات این ناحیه است و مسئولین هم پنهان نمی‌دارند که برای ترغیب و تشویق اکثرا از منبرهای مسجد استفاده می شود. در همینجا مردم بیشتر سرجم میشن، بیشتر دسترس میگردن. کدوم وقتی که همین ضرورت که شود ما امکانیتمون رو بیشتر در همین مسجد پیدا کرده میتونیم. با گفته مقامات حالا مسجدهای ناحیه پر فعالند. نقشه دعوت حربی هم در ناحیه پس از سر و صداها اطراف من این نماز جمعه پر اجرا شده است. مقامات میگویند امسال نقشه بیشتر از معیاری معین شده، یعنی 104% پر شد. نماز جمعه برای مسلمانان فرض دانسته می شود. ساکنان نورآباد هم بعد اجرای دعوت عسکری امیدوارند دیگر حادثه های طبیعی مانع ادای نمازشان نمی شود. روزه ماه رمضان در تاجیکستان از هفته آینده شروع می شود. دیروز شورای علمای مرکز اسلامی روز دقیق را مقرر کرد. امسال در بسیاری از کشورهای مسلمانی 5 ماه چون روز اول ماه شریف رمضان اعلان گردیده است. میرزا نبی خالقزاد با تفصیلات بیشتر. ریاست شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان روز 6 می آغاز هفته دیگر را آغاز ماه شریف رمضان تعیین کرد. این تصمیم در یک جایگی با پژوهشگاه نجوم شناسی تاجیکستان گرفته شد و ریاست شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان در جلسه روز 1 می یعنی دیروز این جلسه برگزار شد و از حساب شرعی نصاب زکات را 20,000 سامانی مقرر نمود و 500 سامانی زکات یعنی داده می شود. بر ضمن این نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان صدقه فطر به حساب گندم را 5 سامانی و به حساب مویز 48 سامانی معین کرده است. شورای علمای همچنین در نسبت آنهایی که عذر شرعی دارند یعنی بر اثر سالخوردگی یا که از نگاه بیماری و این چیزها می توانند که فدیه به اندازه 300 سامانی پرداخت کنند. از حال حاضر در تاجیکستان یعنی که آمادگی به ماه شریف رمضان شروع شده و یک فضای نیز به مشاهده می رسد. از جمله از حالا شورای علمای تاجیکستان جدول روزی یعنی که گذراندن ماه شریف رمضان را مشخص کرد و از حالا در مسجدها به فروش گذاشته شده است. همچنین این را هم باید بگویم که برخی از مسلمان ها در تاجیکستان الکی دهان خود را به اصطلاح بستند و آمادگی خود را از پیش برای گرفتن ماه شریف رمضان شروع کردند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد، اما گزارش های ویدیویی از این بیشتر شما امکان دارد 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. فردا برنامه خبری داریم، فراموش نکنید. خدا نگهدار.